الو سلام علیکم. پیام من از لندن به شبکه وسال حق. خدا شاهد این شبکه که باز شده و مردم میبینه اینقدر خوشحال هستن که از این بدعتها که تا به حال میشنیدند و نمیدونستند از این بدعتها اطلاع پیدا کردن و بسیار مردم ها از این بدعتها دست کشیدن و خداوند به شما مست اجر بدهد. آمین. که مردم را در راه دین خدا و دین حق راهنمایی میکنید و زحمت هایی که آقای انصاری و دستن در کاران این شبکه میکشند شبانه روز خداوند به اونها مست بده. خداوند حفظ و حافظ شما باشد که این شبکه را باز کرده. من از لندن زنگ میزنم. نام من احمد است و از کنزبری هستم. خداوند به شما خیر. خداحافظ. خدا نگهدار شما و متشکرم از دعای شما. من یک پیغامی رو نسبت به تمام عزیزانی که در اروپا زندگی میکنن، ایشون از لندن زنگ زدن، برادر عزیزمون از آلمان و برادر دیگه‌مون هم که در ابتدا فرمودن که سفرشون به اروپا اونجا سبب شد که به هر حال زندگیشون متحول بشه و هدایت بشه. همه شما عزیزانی که در اروپا و یا آمریکا صدای ما رو میشنوید، شما مسئولیت بسیار مهمی دارید. مسئولیت شما اونجا بسیار مهمه. شما نمایندگان اسلامید. شما اونجا از اسلام نمایندگی میکنید. شما نماینده 1 میلیارد و بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون نفرید. شاید چند میلیون بیشتر نباشید در هر کشوری، اما وظیفه شما خیلی سنگین تر از وظیفه کسانی که در کشور خودشونن. شما اکثریت جامعه‌ای که در اون زندگی میکنید غیر مسلمان هستند و اونها برداشت اونها، تعریف اونها شناخت اونها از اسلام در وهله اول زندگی شما، اخلاق شما، رفتار شما، برخورد شما، اعتقاد و باور شما، نشست و برخاست شما، نحوه تعامل شماست. شما با رفتارتون، با اخلاقتون، با زندگی خودتون، با صحبت کردن خودتون، حتی با نحوه برخورد و تعاملی که با دیگران دارید، به اونها اسلام رو به صورت عملی دارید معرفی میکنید، ولو اینکه نیت شما این نبوده باشه، ولو اینکه شما بعضی وقتها شاید اتفاق به حال حرکاتی از شما سر زده باشه که مناسب نبوده باشه، حرکات مناسبی نباشه، اما چه بسا که همین حرکت رو شخص دیگری همون موقع مد نظر داشته تا درباره اسلام قضاوت بکنه. و این نقطه مقابلش حرکتی شما انجام دادید، یک حرکت خوب، یک حرکت قابل ستایش، یک صحبت جالب، یک حسن برخورد، و نقطه مقابل شخصی که با اون این کار رو انجام دادید، این تعامل رو با اون داشتید، یا حتی کسی دیگری شخص سومی نظاره‌گر بوده، اون همون لحظه داشته شما رو به عنوان نماینده اسلام بررسی می‌کرده و این حرکت شما شاید سبب تغییر دید اون نسبت به اسلام شده و چه بسا که ایمان آورد. به خاطر همین حرکت. من به خاطر دارم در یکی از عزیزانی که هدایت شده بود در خاطرات هدایتش نوشته بود که من در تاکسی سوار بودم و مسلمانی رو سوار کردم. ابتدا پولی رو بیشتر از اون چیزی که باید بهش پس میدادم پس دادم. کرایه تاکسی رو وقتی که پرداخت کردم من بیشتر از اون پولی که باید پس میدادم پس دادم تا فقط من بیام ببینم که آیا واقعا این مسلمان هایی که انقدر صحبت میشه از اینها هستن یا نیستن، واقعا اون چیزی که هست. و اون وقتی که پول رو بهش داده شد برگشت و گفت این انقدرش اضافه، اینو من اضافی دادید شما، این حق من نیست. و همین سبب شد که من دیدم من نسبت به اسلام عوض بشه. حالا فکر کنید اگر اون جوان، اون شخصی که به هر حال در این تاکسی سوار بود، مسافرش، اون پول رو میگفت، خب اون حواسش نبود دیگه، به جیب خودش میزد و میرفت، چی میشد؟ چه ظلم بزرگی در حق اسلام کرده بود، چه جنایتی در حق اسلام کرده بود که یک نفر رو بدبین میکرد نسبت به اسلام، متنفر میکرد نسبت به اسلام.
وظیفه عزیزان شما، عزیزانی که در اروپا زندگی میکنید و یا آمریکا، بسیار مهمه. شما نماینده خودتون نیستید، نماینده خانواده خودتون نیستید فقط. شما نماینده کشور خودتون و قوم خودتون نیستید فقط. شما تا وقتی که ادعای اسلام دارید و میگید من مسلمانم، نماینده 1 میلیارد و 500 میلیون نفرین. شما نماینده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خواهر من، شمایی که در اروپا زندگی میکنید، شما نماینده خدیجه کبرایی، نماینده فاطمه زهرایی، نماینده عایشه صدیقه، نماینده تمام زنهای تاریخ اسلامی. و مردم به این دید به شما نگاه میکنن. این وظیفه رو، قدرش رو بدونید. این خودش یک افتخاره. رسالت مهمی به عهده شما و حجمش رو درک کنید و مواظب باشید که کاری نکنید که با رفتار، همه ما باید این تلاش رو داشته باشیم، اما علاوه خصوص شما که بیشتر زیر ذره‌بین دشمنان اسلام هستید، کاری نکنیم که خدای نکرده با برخوردهای اشتباه خودمون، با حرکات نادرست خودمون، با صحبت‌های ناشایسته خودمون، ما دیگران رو از اسلام زده بکنیم. ان شاءالله که از صحبت‌های این برادرتون دلخور نشده باشید.